به نام آن که دل کاشانه اوست، به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درودی به پایان نثار یکایک شما دانش آموزان گرامی، هموطنان عزیز، همگی شما را به افیر نوبتی امروزه خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. امروز افیری 23 ماه است و فکرم 23 است. خب دایموند کینگ سلام و علیکم سلام، خوش آمدید برادر عزیز. اپای سمیه خان سلام استاد، شما چی خیلیت نغزید؟ شکر خدا و علیکم سلام. خوب هستیم تنجیم، شما خوب هستین تنجیم افا؟ سلامتتون خوب است؟ Good night my teacher, how are you? I'm okay and you? How about you? خب و فکرم که خب ساز نقص شکر خدا. Ali Khirad, hello teacher, how are you? Are you okay? Hello Ali Khirad, I'm okay and you? Diamond King, nice, thank you. Ashkhana ba bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lexi, salam, hello. Wa alaikum salam, hi. خب انگلیسی بله 23 یعنی درسی آنلاینی انگلیسی برای نویادگیران رقمی 23 مش است، قسمتی 23. خب استاد سلامتیتون نقض می، شکر خدا خوب هستیم، شما خوبین تنجین؟ آشخانه با بسم الله. خب کی باشد؟ آشخانه با بسم الله. دنیا ورد سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین برادر عزیز. دنیا ورد موسی سلاموف سلامو، hi hello how are you موسی؟ خب بار دیگر کسانی که نو پیوستن همگی رو خوش آمدید میگیم. خب علی خیرات good evening good evening night good evening. خب تشکر زیاد برادر عزیز علی خیرات برای آمدنتان، صحتمند و سلامت و سربلند باشین. حاکم جان حاکم جان حاکم جان حاکم جان فرخوری گفتم مختشتیم دیگه قریب که فرخوری بگیم. حاکم جان برادر السلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدید. آشخانه با بسم الله. خدا با شکر نغز، خدا همیشه نغز باشید. خب و آشخانه با صورت گرفته ایسای. خب اپا یاسمین همینجا هستن. خواهر یاسمین عبدالبصیر دنیا ورد به فکرم آمدن. تایم ایز گولد همینجا هستن. در کامپیوتر معلم یعنی از کامپیوتر کتاب میخونیم اما افیر در تلفن است. آشخانه با بسم الله. فرخوری آمدی خیز چتا یافتی؟ حاکم جان فرخوری خیلی بدی او دفعه خیز چند نمونده بودی؟ چیزی نمونده بودی؟ یافتم با رویش کم. خب
دوستان گرامی، درسی گذشته موضوع درسی گذشته درباره چی بود؟ موضوع درسی گذشته درباره prepositions of time بوده، یعنی جانشینی های زمانی، یعنی جانشینی های وقتی. when یعنی کی. خب این را گرفته بودیم، با فکرم گرفته بودیم. ما راستی چند خب مبالغه بد نشود، تعریف نشانی چند یک چند درس ها آماده میکنم، از یک چند کتاب دیگه فراموش میکنم که یک کجا رسیده بودیم. سکول پارتیز با فکرم گرفته بودیم، اگر خطا نکنم کدام کس یاردم میکنم اینجا گرفته بودیم. با فکرم گرفته بودیم درباره بله، درباره بهار، تابستان، تیرما، زمستان گفته گذاشتیم، اگر خطا نکنم گرفتگی اینا. خب امروز تقریبا دایموند کینگ بله خب گرفته باشیم، بسیار ناز. خب امروز دوامی درسی گذشته است، یعنی تقریبا دوامی درس گذشته است، بخاطر در اینجا دو کلمه سوالی آمده است. when what time یعنی when کی می شود، what time یعنی کدام ساعت یا کدام وقت، یعنی چی ساعت چی زمانه می شود. در اینجا میگوید read draw lines and match، یعنی بخوان، draw خط بکش، lines خط ها یعنی draw کشیدن می شود، lines یعنی خط کشیدن، and match در اینجا به معنای پیوست کردن میاد، یعنی موافق کردن، مناسب کردن، یعنی این جمله رو با این جمله موافق کردن، مناسب کردن، یعنی به معنای مثلا پیوست کردن، یعنی پیوند کردن این رو با این. اما کلمه مچ به تنهایی کلمه مچ یعنی به معنای گوگیر نیز میآید، یعنی هم گوگیر چوبی که هست به معنای همون نیز میآید. خب در اینجا سلام، تایم از گولد، خوش آمدین برادر عزیز. خب چی گفتیم؟ مچ به معنای گوگیر چوب نیز میآید گفتیم. در همین درس به معنای وصل کردن، پیوست کردن، مناسب کردن، موافق کردن است. اما با تنهایی به معنای گوگیر چوب میآید، به معنای مسابقه نیز میآید، به معنای مقایسه کردن نیز میآید و موافقت. در اینجا به معنای موافقت میاد، یعنی این جمله رو با این جمله موافق میکنه، یعنی میپیوندیم. خب school notice board یعنی تخته اعلان ها می شود. notice board تخته اعلان ها می شود. اما کلمه notice، خب board از board شروع کنیم. board یعنی همون تخته صنف است، یعنی اون دسکه‌ای که میگیم به زبان روسی تخته صنف. اما notice با تنهایی به معنای آگاهی میآید، آگاهی، خبر، اعلان، اطلاع. و اگر در اول جمله بیاید به معنای دقت، توجه میآید، یعنی در اول جمله که آمد فعل امر است، یعنی امر کرده است، یعنی توجه کنین، دقت کنین، یعنی توجه، دقت. خب در اینجا به معنای اعلان است، یعنی اعلان، اطلاع، یعنی تخته اعلان های صنف، تخته اعلان های صنف. این خیلی ترجمه کنیم. سکول معذرت دوستان، تخته اعلان های مکتب، تخته اعلان های مکتب، سکول مکتب می شود. خب این اعلان ها رو می خوانیم. این تخته اعلان ها تقریبا به همون جدول درسی که ما در مکتب داشتیم به همون مانند است، یعنی وقتی که مثلا پیش از ساعت 8 یا 8:30 وقتی مکتب می رفتیم نگاه میکردیم که امروز ما چی درس داریم، یعنی تقریبا به معنای جدول درسی نیز شاید که بیاید، یعنی شاید معنا دهد. خب نگاه میکنیم در اینجا music lessons یعنی درس های موسیقی، room 121 یعنی اتاق 121. اینجا اتاق آمده است، یعنی به معنای همون صنف است، یعنی صنفی 121. teacher Mrs. Briggs یعنی teacher یعنی
آموزگار یعنی معلم خانم بریز، یعنی مقصد همین معلم موسیقی کی است؟ خانم بریز است. و Tuesdays یعنی سه‌شنبه ها. پس ما فهمیدیم که درس های موسیقی هر روز سه‌شنبه در صنفخانه 121 و آموزگارش کی است؟ خانم بریز است. خب میگذاریم با دیوم. Dance classes یعنی صنف رقص کردن، رقص کردن. مثلا درست math class یا language class یعنی صنف زبان، صنف مثلا ماتماتیکا. در اینجا دنس باز یک صنف علاقه است که برای رقص کردن رو یاد میگیرن. خب همون درس های رقص مثلا afternoons یعنی کی است؟ afternoons است. مثلا بعد از نصف روزی ها است. یعنی وقتی afternoons آمد یعنی هر بعد از نصف روزی. در این بالا نگاه کنیم Tuesdays آمد یعنی هر روزی سه‌شنبه. و در اینجا میگه سی میس براون یعنی خانم براون رو ببینید، یعنی بنگرید. منظور ببینید بنگرید همین است که یعنی همون درس رقص رو همین خانم براون میدید. و اتاق 123 یعنی room 123 یعنی صنفخانه رقم 121. و در اینجا نگاه کنیم سکول شاپ. اصلا شاپ به معنای مغازه یعنی مغازین میاد و سکول مکتب یعنی مغازه مکتب می شود یا فروشگاهی مکتب. در زبان روسی است یا در زبان تاجیکی است، یعنی به یک معنای دیگر هم استفاده میکنن. بوفت، با فکرم بوفت نیز میگفتن. بوفت یعنی از جایی که مثل که طلبا میتونن روان از اونجا یکون چیز بخرن. خب سکول شاپ یعنی فروشگاه مکتب. خب open mornings یعنی mornings کشید یعنی سحری ها، مقصد یعنی صبح ها یعنی جمعی صبح است. open یعنی کشاده می شود یعنی یا کشاده هست هر سحر، کشاده است هر سحر. خب در اینجا وقتش است مثلا. خب سکول نگاه کنیم سامر پارتی. سامر پارتی یعنی جشنی تابستانه مکتبی. یعنی هر یک مکتب شاید یک جشن دارن، یک شب نشینی دارن و در اینجا وقتش است. مثلا Friday 6 June 4 o'clock یعنی روز جمعه 6 ایون ساعت 4. خب کامپینگ هالیدی معنیش می شود جشنی کامپینگ رو چطور ترجمه کنیم؟ جشنی خیمه زنی، یعنی یک جشنی هست که انسان ها خیمه میزنن و جشن میگیرن، استراحت میکنن. اصلا هالیدی به معنای هم به معنای جشن میآید و هم به معنای مثلا استراحت میاد. یعنی استراحت خیمه زنی شاید ترجمه کنیم یا اینکه استراحت جشنی مثلا خیمه زنی یعنی کامپینگ خیمه زدن یا خیمه زنی. و وقتش که است مثلا ساتردی یعنی روز شنبه 4 August یعنی 4 آگوست. فرایدی 17 August یعنی جمعه 17 آگوست. یعنی در اینجا نگاه کنیم یک تیره موندگی است. منظور از تیره این است که از روز شنبه 4 آگوست تا روز جمعه یعنی 17 آگوست. و در اینجا کال آمده است. کال 55347802. کال هم به معنای مثلا جیغ زدن می شود، هم به معنای زنگ زدن می شود. یعنی منظور اگر کسی که در همین جشنی خیمه زنی اگر اشتراک کردنی باشد پس با رقم های زیرین در تماس شوند. کال یعنی جیغ زدن. و اگر شما شنیده باشید مثلا کال سنتر میگیم. کال سنتر همون مرکزی که با زنگ ها جواب میدهد. خب میگذاریم بر دیگر اعلان. مثلا در اینجا میگه swimming lessons یعنی درس های شناوری. یعنی کدوم مکتبی است که مثلا
باز درس شنواری نیز میدادین. teachers یعنی نام teacher یعنی معلم. Mrs. Holmes یعنی خانم Holmes. Thursdays یعنی روزهای پنجشنبه میشد است. 4-5 o'clock یعنی وقتی که طرح شد یعنی مینوس شد مثلا از 4 تا 5 دوام میافته است. و آخرین اعلان مثلا در اینجا میگوید basketball practice یعنی تمرین بسکتبال. Wednesdays after school یعنی روزهای چهارشنبه بعد از مکتب. Sports این وقتش یعنی بعد از مکتب روزهای چهارشنبه. و مکانش sports field به معنای یعنی همون هر مکتب در پیشش یعنی در یک صحنه دارد که در اون برای ورزش آماده شده است. خب بسکتبال باشد، خب مثلا تنیس باشد، دیگر باشد. فیلد به معنای میدان ورزشی نیست، میشود ترجمه کنیم یا اینکه میدانچه ورزشی بگیم بهتر است، بخاطر که در مکتب ها عادتا میدانچه کوچک میشود و اون میدان ورزشی که ما شما میگیم اون استادیوم میشود. استادیوم به زبان انگلیسی، استادیوم به زبان روسی استادیون. خب به زبان تاجیکی ورزشگاه میگن بعضی وقت و بعضی وقت میدانی ورزشی میگن مثلا. خب اینها بودن اعلان‌های تخته مکتب یعنی همون دسکه مکتبی مثلا. در اینجا یک 4 تمرین است، یعنی یک تشریح، یعنی 4 جمله است، یک تشریح خودش کار کرده است. مثلا میگه when are the swimming lessons یعنی درس های شناوری کی است. خب در اینجا on Thursdays یعنی روزهای پنجشنبه. اینجا رو نگاه کنیم، در اینجا Thursdays گفته بود یعنی روزهای پنجشنبه، پس درست است. خب 3 جمله دیگه میموند، 3 جمله رو با شما یعنی با هم کار میکنیم. مرحمت از روی تخته صنف نگاه کنین که کدام جمله با کدام یعنی از این حرفا ربط دارد، مثلا A B C D. خب یکمش کار کرده شد، باقی مانده اگر کار کردن خواهید رقم 2 3 4 گذارید. خب دوستانی که در بالا کامنتر نوشتن من تلفن نگاه میکنم. خب از اپای بصیر شروع کنیم. اپای بصیر آمدین خوش آمدین. عبدالباسط عبدو آباد باشین، همیشه در خدمت مردم، سلامت و سربلند باشین برادر عزیز. بختیار تجه دهم لایک برادر جان سازین انشالله. شکر خدا. خوش آمدین بختیار تجه. آشخانه با بسم الله سلام، خوش آمدین. اپای گلسره جان. خب فرخشاه سعیدов 11 لایک بگی زنده باشید، سلامت و سربلند باشین. تشکر ایجاد برای آمدنتون فرخشاه. دنیا ورلد on Friday دویوم ها. خب when is the school summer party on Friday 6 June. On Friday 6 June توغری. دنیا ورلد جواب دادم، یک لحظه. خب دنیا ورلد جواب دادن، جواب درست. دنیا ورلد on Friday 6 June ساعت 4 o'clock at 4 o'clock in the afternoon. یعنی در این جمله آمده است in the afternoon یعنی فقط همون 4 o'clock آمده است. تمام. Diamond King چهارم. When are the dance classes in the afternoon. یک لحظه. چهارم dance in the afternoon. بله درست. Diamond King جواب شما هم درسته. Black Sea یکم. When is the school summer party D on Friday. خب یک لحظه. شما یک نوشتین Black Sea، یک نوشتین در اینجا 2 است. خب یک لحظه جواب بدیم که summer party دویم on Friday را به فیلم جواب دادن.
time is gold سیوم at 4 o'clock سیوم what time does the party start at 4 o'clock درست. خب در اینجا time is gold جواب دادن دنیا رو جواب دادن. سلام علیکم و همه دوستان. و علیکم سلام اپای کازان تجی خوش آمدین. بلکسی کی درس های رقص بعد از درس هستند؟ کی درس های رقص بعد از درس هستند؟ در اینجا بعد از درس نامده است. afternoons آمده است یعنی بعد از نصف روزی. محمد گل سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین برادر عزیز. عشقانه بود بسم الله خوش آمدین اپای کازان. استاد دیر کردم جنگ نکنید. نه انشالله ما جنگ نمیکنیم. هر وقتی که وقت یافتین مرحمت کنیم تشریف بیارین. خب با فکرم که 1 2 3 4 همش جواب خود را یافتن. خب بله میگذاریم بعد تمرین دیگر. دایموند کینگ what time does the party start at 4 o'clock درست. در اینجا توتی مثل هر وقت باز قاعده پیشنهاد میکند میگه we say on the 10th of April we say on the 10th of April یعنی میگه ما میگوییم در روز 10 اپریل. یعنی مقصدش این است که وقتی که ما تاریخ رو ذکر میکنیم پس آن میاریم. اگر ماه رو به تنهایی ذکر کنیم در این صورت این میآوردیم. همین خیال بود. پس میگیریم قاعده رو prepositions of time یعنی دو. ما درس گذشته یک رو گرفتیم یعنی در درون قوس یک بود. در این درس دو میآید. on همراه days and dates میآید. on همراه days and dates یعنی days این روزها dates و تاریخ ها یعنی تاریخ روز. مثلا در اینجا مثال آورده است on Tuesday یعنی روز سه‌شنبه یا اینکه on 10th April on 10th April یعنی روز 10 اپریل. خب فروخ تجی hello brother Mustafa hello welcome to our classes our lessons. Lexi when is the school summer party on Friday. بله فروخ تجی 21:00 در وقت مسکو. بله فروخ تجی اگر وقتی درس رو پرسیده باشه هر روز ساعتی 21:00. خب دیگر بعضی وقت میشه که 3-4 دقیقه دیر میکنیم اما یعنی ساعت 9 تا 9 و 5 درس رو آغاز میکنیم هر روز به وقت مسکو ساعت 9. خب در اینجا میگه این همراه parts of the day parts گفته قسم را میگن جزء را میگن of the day یعنی قسم از روز جزء روز یک قسمت از روز یعنی با همراهی یک قسمت از روز میاد. مثلا یک قسمت از روز چی است؟ یا سحر است یا نصف روزی است یا بیگاه است. در اینجا نگاه کنیم میگه in the morning یعنی در صبح. in the afternoon یعنی در شام معذرت در نصف روزی. in the evening یعنی در شام. خب اینجا میگه که look یعنی نگاه کنید. وقتی گفت که look نگاه کنید یعنی یکون موضوع مهمه. مثلا میگه on Tuesdays یعنی روزی سه شنبه ها. پس در اینجا میگه every Tuesday مقصدش که وقتی که ما بخوایم که هر روزی سه شنبه گوییم پس دیگر on لازم نیست. یعنی چی on Tuesdays گوییم یعنی در روزهای سه شنبه چی every Tuesday گوییم مثلا هر روزی سه شنبه. هر دو در معنی یک است. مقصدش همین است. in the afternoons یعنی بعد از نصف روزی ها یعنی جمع بعد از نصف روزی ها. و در اینجا میگه every afternoon یعنی هر بعد از نصف روزی مثلا یعنی هر دو در معنی یک است. چی گویم که in the afternoons چی گویم که every afternoon یعنی هر دو یک است. خب
خب در اینجا دو کلمه های سوالی when what time یعنی when کی می شود what time یعنی چی زمانه چی وقته چی ساعته. در اینجا میگه when is your birthday when is your birthday مثلا when is your birthday زادروز تو کی است زادروز تو کی است on the 11th of June on the 11th of June یعنی یک نفر وقتی از ما میپرسد که زادروز تو کی است مثلا در جواب میگیم که on the 11th یا اگر 15 هم باشد مثلا on the 15th of June اگر مثلا دیگر ماه باشد مثلا آگوست باشد مثلا میگیم on the 15th of August. خب خواهش میکنیم یک شما مثلا من سوال میتونم شما جواب گردونین زادروزهای خودتان را. خب دیگر اگر مخفی باشن یکون تاریخ دیگر میتونین ذکر کنین المهم یکون جواب بگردونین. When is your birthday when is your birthdays الکی من همه شما را پرسیستم یعنی birthdays یعنی روزهای زادروزهای شما کی است یعنی روزی زادروزهای شما کی است birth علی خیرات birth بله ما زیاد تلفظ کردیم birthdays بله when is your birthdays یعنی روزی زادروزهای شما کی است یعنی تاریخ زادروزهای شما کی است. خب مرحمت یعنی جواب نویسین مثلا زادروزی من در فلان فلان زادروزی من در فلان فلان on the 25th of May یعنی روزی 25 می. خب دنیا وال جواب دادن. زیبا جون شما چند ساله؟ من 25. پای آشخانه خواهش میکنیم سوالهای شخصی را با بعدی درس زمانیم یعنی بعدی درس میتونیم بعد چخ کنیم یعنی بپرسین که شما چند ساله این اگه جوی ما بلوگر تجه زیبا مایده خواهش میکنیم لطفاً please خب when is your birthdays روزی زادروزهای شما کی است یعنی زادروزهای شما کی است. دنیا وال فقط جواب دادن. خب دیگر جواب دادن نخواهین دوام میتیم باقی ندارد. my birthday is May 25th دستر خونی زیبا جواب دادن. خب بهترین جمله درست است my birthday is 25th. خب دیامون کنگ my birthday is September 10th سپتامبر بگیم به فکرم بهتر می شود 10th of September. خب حکیم جون همه بخشی زود معلم من خفم. خب دنیا ورد my birthday is فلان. خب من از شما مایده اپا جان در سرخون زیبا سوال های شخصی را با بعد گذاریم. خواهش خواهر گویان یکم ینوار باشد مثلا my birthday is on 1st January آشخانه با بسم الله my birthday is 1st of January. دنیا ورد دسترخوان زیبا یک بودیم. خب دوام میتیم. در این دنیا کنیم جمله دویم رو when do you get up شما کی از خواب میخیزید علی خیرات my birthday is 14th January 14th علی خیرات بعد از 14 یک TS میگیرد 14th بله. Black Sea my holiday in 13th December holiday به فکرم جشن رو در نظر دارید نه؟ استاد شما در کجا زندگی میکنید؟ در مهاجرت مهنتی هم برادری عزیز مثل همه ای باقی مانده دیگر. دنیا world I get up at 3:30 o'clock دنیا world I get up at 3:30 o'clock یعنی من ساعتی
3:30 میخیزم. بله درست. what time مثلا در اینجا نقطه آمده است. مثلا میتونیم بگیم که what time do you get up. what time do you get up ساعت چند تو میخیزی از خواب. در این سوال یکم نگاه کنیم. میگه که when do you get up. when do you get up تو کی از خواب میخیزی. یعنی کی میتواند مثلا جواب باشد که من سحر از خواب میخیزم in the afternoon مثلا معذرت in the morning مثلا. یا میشود بگید که بعد از ظهر میخیزم مثال. اما وقتی که what time اومد وای علاقه دقیق پرسیده که ساعت چند میخیزی تو از خواب. what time do you get up مثلا. یا اینکه مثلا what time is your birthday. what time is your birthday یعنی زادروز تو ساعت چنده مثلا. یعنی یک از مثلا زادروز خبر میکنه میگه پگم زادروز دارم بیاین. بعد میشود که سوال دیم که what time is your birthday. what time is your birthday یعنی زادروز تو ساعت چند است مثلا. میشود که سوال بگیم با پراگیت بپرسیم مشخص کنیم مثلا. خب look at exercise 5 یعنی با مشق پنجم نگاه کنین. write short answers یعنی جوابهای کوتاه نویسید. مثلا با مشق پنجم چی رو در نظر دارد؟ مشق پنجم همین تخته صنف رو در نظر دارد. همین تخته صنفی که یعنی تخته اعلان‌های مکتبی رو در نظر دارد. در اینجا نگاه کنیم 4 جمله است. میگه when is the school shop open. when is the school shop open یعنی مغازه مکتب کی گشوده میشه. خب کو ببینیم که چند نفر در یادش مونده است. از همون تخته اعلان‌های مکتبی چند نفر در یادش مونده است همین جواب. خب جواب تین دوستان when is the school shop open یعنی مغازه فروشگاه مکتب کی گشوده می شود یا کی گشوده است. when is the school shop open in the mornings. بلکسی با شکل جمع میگوییم in the mornings یعنی هر صبح در صبحگاهان مثلا. in the afternoon دنیا ورد ندرسته in the afternoon بود یعنی in the morning بود. in the mornings جمع یعنی in the morning at 5 o'clock. علی خیرت 5 o'clock نبود فقط in the mornings بود. خب سر 85 I get up at 8:50 in the morning یعنی 8:50 سحر از خواب میخیست. ای یوسمی خواهرمو دیرتر میخیسته و فکر مکتب نیست که خواب میرن تا ساعتی 8-9. خب دنیا دایمون کینگ what is the school shop when Diamond King when is the school shop open in the mornings Diamond King بله. Black Sea when is the school shop open mornings بله. الاخیرات I get up 5 o'clock اشخاص با بسم الله I get up 5 in the morning میگیم in the mornings. خب یعنی هر سحر. خب دنیا ورد سیومش on the Thursday سیوم. when are the music lessons من فراموش کردم. Tuesdays یعنی روزهای سه شنبه. خب سه جواب یافت 2 و 4 on the Friday. when is the basketball practice. Wednesday after school بود است. چهارم Wednesday after school بود است. چو از مرا نمیخونه دوستان ندیدم راستی معذرت در سرخونی زیبایی اگر سپم نرفته باشد. خب سیوم on the Saturday. when are the music lessons in Tuesday یعنی درس های موسیقی کی بود؟ روز سه شنبه. خب دوم یا اون کس هست دوم چی بود؟ when does the camping holiday start یعنی جشن خیمه زنی کی آغاز می یافت. when does the camping holiday start 14th
August, 14th August, 17th August. یک لحظه 14 نبود فورس بود است فورس یعنی چهارم. حیات زیباست. السلام علیکم سلام خوش آمدید. من نبودم نمیدانم استاد بخشش خواب بخیر است. Good evening حیات زیباست. Lexi چهارم. When is the basket practice in Friday? In Wednesdays. Lexi Wednesdays. خب دیگر فکر میکنم جوابهای خود را یافتن این جمله ها. خب میگذاریم بعد تمرین دیگر. در اینجا میگه write about زویه. درباره زویه بنویسید. Tuesdays have a music lesson. یعنی سه شنبه ها درسی موسیقی دارد. پس می نویسیم که on Tuesdays she has a music lessons. یعنی روزهای سه شنبه و درسی موسیقی دارد. Wednesdays play basketball. می شود بگیم که مثلا on Wednesdays she plays basketball. یعنی وای بسکتبال بازی میکند. سوم Thursdays swimming lessons. یعنی پنجشنبه ها درس شناوری. میشود بگیم که on Thursdays she has swimming lessons. یعنی وای روزهای پنجشنبه ها درس شناوری دارد. چهارم Friday play volleyball. میشود بگیم که on Fridays she plays volleyball. پنجم Saturdays go to the park. یعنی میشود بگیم که on Saturdays she goes to the park. وای با باغ می رود روزهای شنبه. خب با تمرین دیگر میگذاریم. Look, read and write. یعنی نگاه کن، بخوان و بنویس. خب این رو با هم کار کنیم. خب بیا این رو با هم کار میکنیم. رقم موند مثلا رقم 2 A یا این B. یعنی اگر A رو با B یکی جواب دهیم خوب می شود. A یا B. رقم 3 A B. رقم 4 A B. مثل همین. یعنی در همین جای خالگی چی می آید؟ رقم 1 A. When is your birthday? When is your birthday? یعنی زادروزی تو کی است؟ On the 5th of May. On the 5th of May. یعنی روزی 5 می. خب در اینجا چی میاد؟ دویوم A قسمی A part A چی میاد؟ رقم 2 A و B. عایشه گلومو السلام علیکم. من دیر کردم که بخیر است انشاءالله. خوش آمدین اپای عایشه یا خواهر عایشه. خب when یکم when is week's party. بله علی خیرت درست. be on یعنی on Saturday. بله یعنی میگه شب نشینی ویکی کی است و در اینجا میگه on Saturday یعنی روزی شنبه. رقم 3 what time does. خب همون کسا جواب چه؟ خب what time علی خیرت what wait نوشتین wait what time. خب یکن خیلی نوشته میشود. اما خیلی که نوشته اما خیلی درست است فقط ای آخرش نمیاد. تمام what. خب رقم 2 جوابی. رقم 3 what time does the party start. یعنی ساعت چند شب نشینی آغاز می یابد. at در اینجا at میاد at 6 o'clock یعنی ساعت 6. خب نوشتن سعی کردین. Diamond King دعا when is Vicky's party on Saturday. خب درست.
دنیا world what time does the party start be at 6 o'clock درست. Black Sea when is Vicky's party on Saturday رقم دو when is the party on Saturday درست. Ayşe گفت اگر شما نمیسی درس نمیتین ما در بسیارتر گراماتیک زبانی نمیسی در کار نمیسی یعنی اون آلمانی را در نظر دارن یا که نه حضرش راستی درس نمیتین و نمیدونیم شم در آینده نیاد داریم. Diamond King when time نمیشه Diamond King یعنی what time does the party start at 6 o'clock درست. فقط what مونه تمام دنیا world when do you do your homework be in the afternoon رقم چند بودی رقم چهار when do you do your homework درست. in the afternoon after school درست. عبدالباسط عبدو چهارم what to do بله برادر عبدالباسط درست. when معذرت برادر عبدالباسط when do you do your homework یعنی شما کی وظیفه خانگی رو تیار میکنید. عایشه گلوف آلمانی را میگم فهمم که خب علی خیرات چهارم when do you بله درست. دنیا world when does your school close be in June پنجم when درست in درست. ششم یکون کس هست ششم بفرم آخران شای ششم ششم when do you go to the cinema on Saturdays when do you go to the cinema on Saturdays بله درسته. دنیا world درست. خب با همین این تمرین به انجام یافت و میگذاریم به تمرین دیگر که در اینجا چی میگه ask and answer یعنی سوال جواب کنید. take turns یعنی با نوبت. when is your birthday یعنی زادروزی تو که است میگه on the 25th of June یعنی روز 25 ایون. be your birthday یعنی یک لحظه معذرت دوستان یک لحظه be your birthday you get up when do you get up فهمون در اینجا احتمالش دخترش کار کرده هست مثلا بی یعنی همون verb to be رو در نظر دارد. verb to be یعنی is are am میشه در اینجا is استفاده برده هست یعنی میگوید verb to be استفاده که مثلا when is your birthday یعنی زودروزی تیکایی است پس این جواب داد. رقم دو مثلا میشه بگیم when do you get up جمله سوالی است when do you get up خب رقم سه you have English lessons مثلا when do you have English lessons یعنی کی درس انگلیسی دارین. خب you watch TV یعنی جمله سوالی کردن در کار مثلا when do you watch TV یعنی کی تلویزیون تماشا میکنی. you do your homework مثلا when do you do your homework کی وظیفه خانگی رو تیار میکنی. you go to bed when do you go to bed یعنی کی با رخت خواب میروی یعنی کی با خواب میروی. you go on holiday when do you go on holiday یعنی با استراحت کی میروی. یعنی در بسیار جا when استفاده میشه در همش when استفاده میشه. خب در اینجا
мавзӯи нав оғоз ёфт. Question words яъне калимаҳои саволӣ. хоб дӯст медорем ки калимаҳои саволиро яъне мавзӯи навро дар аввали дарс гузорем. пас бо ҳамин дарси имрӯза аз китоб анҷом ёфт ба ҳамин қадар иктифо мекунем. хоб ин буд дарси 23 агар хато накунам. ефир дарси навбатии мо яъне дарси 23 англисӣ барои навёдгирон. хоб ягон саволу пешниҳод ягон шояд мо хато карда бошем ягон моро ислоҳ кунед. агар бошад марҳамат бифармоед. агар набошад якам беш суҳбати шахсӣ давом ёбад ва эфирро қатъ кунем бо иҷозати шумо албатта. хоб дар ин дарс ман ростӣ якам беш навиштам ки ҷавоб дод. баъд дигар комментариҳо тези бод омадан дигар нанавиштам. хоб зиёдтар Дунё World ҷавоб додан, баъдан Times Gold ҷавоб додан. хоб Юсамин хоҳармон ҷавоб додан, Апай Сумайяхон ҷавоб додан. Аллоҳ вели ки намедонам ҳаст нест ба филм надидамаш ман хатшона дар инҷа. Ошхона бо бисмиллоҳ ҳастанд, дастархони зебо ҳастанд. Diamond King ҷавоб додан. Ма блогер теҷа низ ба филм ҳастанд. хоб яке аз донишҷӯёни фаъолро мехоҳем ки сардори синф монем. хуб сардори синф дига апай ки аст? Чӣ ном дорад? Фаромӯш кардам. Апай Басир 91 аст. хуб агар як пешниҳод доштем ки ҳамин баҳогузориро ёки баҳогузори не ҳамин дар дафтарча қайд кунанд ки чанд кас чанд ҷавоб додан. ҳаминро як кас ба уҳда гирад хуб мешавад. ба хотири вақте ман комментарро мехонам то менависам ки чанд комментар дига боло меравад. вақте ман комментарро хондам ки гуфтам ки масалан Times Gold ҷавоб дуруст, уҷа бояд як нафаре боша ки нависад ки масалан Times Gold як ҷавоб дод, ё ки Дунё World ҷавоб дуруст, дарҳол баъд аз номи Дунё World масалан нависанд ки як ҷавоби дуруст доданд. хуб ягон кас агар бошад ҳамин вазифаро ба гардан гиранд хеле хушҳол мешем. хуб мегзарем ба комментари хонӣ. Абдулбосит Абдуҷа чӣ хате рафтааст ки куршид аст ё спам рафтааст? Али Хират 4 Эвен Оишаҳо Олмонӣ хоб иро хонда будем. Казан теҷа устод ма ҳам пешқадам. Бале апай некай назар нест, пешқадам ҳастанд. ҳозир каналашона як бор мекушоед. Инаи канали апай Казан теҷа ҳастанд. куҷошна апай Казан теҷа олиям банер намондена. хоб инаи канали апай Казан теҷа ҳастанд. марҳамат дӯстон ба канали апай Казан теҷа. хоб куҷо шуд? Diamond King устод номатон чист? Мустафо. Айша Гуломов ака илтимос ҳамин дарсотона соатона бисёртар кунем хуб мешавад ака. илтимос ман якум рӯзай дар дарстон иштирок кардастам. ака ба фикрам ки ҳамин як соат кифоягӣ мекунад ва аз рӯи илми равоншиносӣ низ. хоб дигари ҷа Апай Басир бошанд. агар мо дар назди Апай Басир ҳаққи гап задан надорем, онҳо хубтар мефаҳманд ин хеле чизора. аз рӯи илми равоншиносӣ низ яъне донишҷӯ то 50 дақиқа қобили таҳаммул дорад, яъне қобили қабули маълумот дорад. бинобар ин хуб мешавад дарсҳо аз 40 дақиқа то 50 ё ки зиёд 1 соат бошад, фикр менам хубтар мешавад. аз ӯ ки зиёд шуд дигар хастакунанда мешавад. Казан теҷа Басир 91 нест. дастархон зебо мебахшед. яке шуда 300 секунда устод. чӣ хел яке шуда 300 секунда нафаҳмидам. Blackси устод ман ягон савола донистам. бале шумо низ ҷавоб додед ку Blackси. дар ин ҷо ман нанавиштам, маъзарати зиёд. ба ҳамон хотир мегӯям як нафар боша ки масалан ба уҳда бигира ҳамин чиза ки ҳар дарс ба шарте биёя. масалан нависа ки чанд ҷавоб доданд, дар ахир масалан менависа ки масалан Дунё World 13 хол масалан 13 ҷавоб доданд.
time is gold مثلا 15 تا یا کم یا زیادتر. مثال علی خیرت I answered more than all you didn't wrote. بله علی خیرت نیز جواب دادن. من جنابشون ننوشته بودم، معذرت ایجاد برادر عزیز، چون که مشغول کامنتر خونی بودم دیگه فرصت نشد. اشخانه با بسم الله آدمی میفهمیدگی جوابگری گیرد. بله یک نفر گیرد خوب میشود. استاد بنی را موندن نتونست. اپای کیرا نپرسید. اپای شعلوی نجمیدین کازن تجی دایمون کینگ thank you مصطفی teacher you're welcome. اشخانه با بسم الله اپای کازن تجی بنی را گوگل خروم میمونید. کازن تجی ختم کورشید است. دسترخوان زیبا دنیا وارد 300 سکونده محکم کردن میبخشید. دنیا وارده. خب معذرت زیاد برادر دنیا وارد. خب time is gold همینجا هستین. time is gold دنیا وارد با کی بود اینجا؟ اپای بسیر نوادگ همینجا هستین. دایمون کینگ از همین 3 نفره یک نفر اگر بگیره خیلی خوشحال میشیم. یعنی دنیا وارد، time is gold یا اینکه دایموند کینگ. کازن تیجی استاد بانر مونیرا میفهموندین. حوزی همه کانال ما بانر دارن. وقتی که ما مونم ایشمو دیگه خیلی میشه. یعنی آدمی که نو بانر میمونه، کانالی که نو بانر میمونه او دیگه خیلیه. آدمی که بانرش علیش میکنه او دیگه خیلیه. یگان ویدیو ما بیام یگان ویدیو که نو میمونن همون را ما سیامکه میکنم با چخیر رو ایتام کنم. خب در افیر آینده نشون میتیم یا خوبش در همون چی یوتیوب نویسن که چخیل بانی را موندن، چخیل رسم را مثلا که ایواز کردن یا که موندن. عبدالباسط عبدو سلامت باشین. تشکر زیاد شما سلامت باشین. بلکسی استاد رحمتی کلام برای درس سلامت باشین. بلکسی اشکال بسم الله زیبا جان چیزی 300 سکونده نفهمیدن. دنیا وارد من گیرم. دنیا وارد شما گیرین الله به خاطر که از اول درس یعنی هستین و دائم فعال هستین. بنابراین اگر گیرین خیلی خوشحال میشیم. یعنی که شما مثلا از روی همون افیرهای گذشته نگاه کنید که کی زیادتر جواب میده و کی فعال است. نامهای همون رو پیشکی نویسین و کسی که باز نو میآید نام اون رو هم نویسین. مثال گپ وقتی ما میگم که time is gold جواب درست، شما الکی در پشت نام time is gold یک خط میکشین. یا اینکه مثلا میگم بسیر 91 جواب درست یک خط میکشین. یعنی نام کسی را گرفتیم که مثلا جواب شما درست شما یک خط میکشین و در اخیر میگین که مثلا time is gold 12 جواب، بسیر 91 مثلا 13 جواب، دنیا وارد 10 جواب مثل همین. خب کازن تیجی استاد طلبات خوب بوده. بله ما خود میگم درس زیاد نشوند، درس را کم کم کنیم. بهترین کانال و بهترین درس و احسن اکا جان دهنتون خسته نشود. یه سلامت باشه. دهن گفتیم خسته شدیم یا آب نشون. دهنتون خسته نشود گفتین آب باید امزا. خب دنیا وارد من میگیرم به عهده. خب بهترین تشکر زیاد برادر عزیز دنیا وارد. خب از آغاز میتونه که نامایی که هستن نویسین. من یک بار تکرار میکنم، در اخیر یک بار تکرار میکنم. از این کامنت را تمام کنم یک بار تکرار میکنم نامای کسانی که اینجا هستن. باشخانه و بسم الله دنیا وارد میو تایمز دایموند کینگ. من در انگلیسی پروفسیونال نیستم نیکی انشالله همشه یادگیرم. رحمتی کلام استاد سلامت باشین. دایموند کینگ رحمتی کلام استاد سربلند باشین. دنیا وارد استاد این وظیفه برداشت من. تشکر زیاد دنیا وارد. آشخانه با بسم الله دایموند تبریک. آشخانه با بسم الله عایشه حاکم جان ما آمدم افیر چسبید. خب خوش آمدین دایموند کینگ. اگر شما روزه میگیرید؟ بله روزه میگیریم.
Alhamdulillah musalmonем. Hokimjon so'z budaku. Muso Salomov thanks. You're welcome. خب کی دنیا ورلد همینجا هستین؟ اگر باشین یک اشاره کنین. همه کسا خوش آمدین برادر رو دستگیری کنین یک دیگر خوش آمدین. فرخشو سعید تشکر زیاد برادر عزیز. دنیا ورلد همینجا هستین؟ خب هستم. خب نگاه کنین برادر عزیز دنیا ورلد من هر یک نام رو سه باری میخونم. اگر نویسین خوب میشود. خب اگر دفتر قلم آماده کرده باشین نویسین. رحمت برای سوالم رو جواب دادین. کدام سوالتان رو دایموند کینگ نفهمیدم. خب دنیا ورلد یکم نامی خودتان دنیا ورلد خرسندیش اولی هایدگیری رفته اپای کازان تجک کی هایدگیری رفته دنیا ورلد یک لحظه. خوب یکم دفتر قلم آماده کنیم من میخونم نام رو شما نویسید. خب تشکر زیاد دوستان گرامی برای همه شما که در افیرهای ما اشتراک میکنین. دایموند کینگ برای روزه بود کو سلامت باشین. خیلی روزه همه مسلمان روزه میگیرن کو بله. کازان تجه دنیا ورلد تمام. خب دنیا ورلد یکم دنیا ورلد یا که در روی دفتر بنویسین. خب یک نه نویسین دنیا world time is gold دنیا ورلد از اول نویسین میره بعد با صحبت میکنیم. اپای کازان تجه یک لحظه خواهش میکنیم. time is gold باسیر 91 سر 85 است نامی کانال لیکن این خواهرشه یاسمین نام داره. خب یاسمین شما نویسید میشه یا که سر بین قوس یاسمین نویسین. سمیه خان صبرینه خان است یعنی دو نام است. سمیه خان صبرینه خان است این اپا است مادر است. سمیه خان اپا سمیه خان یعنی نامی کانالشون سمیه خان صبرینه خان. الله ولی کی خب آشخانه با بسم الله دسترخوان زیبا علی خیرات sometime he will eat hidden no one can see him. اکا نومی خودما نویسین. اکا نومی اکا خودما نومم سکینه اکا. خب بازی کی امیر رو تمام کنه دنیا ورلد امیر صحیفه بلگیره تمام کنه باز کسی خواهد بگه نامش همین نویسیم. دسترخوان زیبا دایموند کینگ ماما بلاگر تجه خب همش نوشته باشین. ناو اینا عایشه گلاموف که نام ما رو نویسین. عایشه گلاموف یعنی نامی کانال شای در بین قوس سکینه نویسین. سکینه و خاطر بعضی وقت سکینه می نویسین
یعنی که جواب دادن من اینجا عایشه گلوموف میخونم، مثلا عایشه گلوموف جواب درست میخونم مثلا. خب عایشه گلوموف در بین قوس نامشون سکینه بودند، خواهر سکینه یا اپا سکینه، اپای سکینه. خب دایموند کینگ نوشتن دری بالا کی بود؟ بصیر 91 تایمز گل آشخانه و بسم الله دنیا وار دسترخوان زیبا مبلغ تیجه. خب ما همین نوشتگیم علی خیرات اینجا هستن. علی خیرات نوشتم همشه. کازان تیجه استاد رحمت برای زحمت زنده و سربلند باشین. تشکر زیاد اپای کازان تیجه. خب علی خیرات دنیا وارد علی خیرات علی خیرات هستن. با کی بودن دوستانی عزیز؟ کسانی میخوان که یعنی فعال باشن در درس ها، اگر نامشون در این صحیفه درج نشده باشه میتونن نامشون بگن. برادر دنیا وارد می نویسن نامشون. خب جس وایت علی آشخانه و بسم الله الرحمن. استاد سلامت باشین. تشکر زیاد. حاکم جان هم نوشتم. حاکم جان هم نوشتم. خب بهترین. دایموند کینگ بلک سی رو نویسین. من فراموش کرده بودم نویسم. بلک سی خب اون کس دیگر اگر نامش نگرفته باشیم اینا میتونن بگن نامش بنویسیم. یعنی نام نویسی با کدام خاطره؟ به خاطری که مثلا جواب میتین برادر دنیا وارد در پس نامتون مینویسه که مثلا یک جواب داد، دو جواب داد مثلا، یعنی جواب ها را مینویسه، یعنی خال ها را مینویسه. در اخیر اعلام میکنه که کی جو یکم یا دوم رو گرفت مثلا. اون کس اگر بخواد نامش برادر دنیا وارد بنویسن، یعنی مجبوری نیست، یعنی برای فعال بودن یا فعالیت بودن. رحمت ای بلکسی سلامت باشین. خب کازم درجه ای استاد درس کی ندانم نامم چی فاید. نه انشالله استاد یاد بگیرم پای کازم درجه. نگاه کنن که از اول درس ها، یعنی قریب از اول رمضان با ما پیوسته بودین تا حاضر مثال گپ اگر همه کلمه ها رو که یاد نگرفته باشه انشالله که بیشتری کلمه ها رو یاد گرفتین. دوستان همه کسا خوبین؟ شکری خدا. خوب اپای بسیر خوش آمدین بار دیگر. دنیا وارد شبای نغز به همه. خب سلامت باشین. دنیا وارد خوش آمدین. باز فردا انشالله که ساعت 9 با میخریم. خب دوستان اگر یکون سوالا بین اختام باشه که یکون پیشنهاد باشه یا یکون صحبت شخصی باشه مرحمت. اگر نباشه گوین که پناه به خدا ما هم خداحافظی کنیم و افیر قطع کنیم. اگر باشه که یکون چیز گفتم باشه. Ali Khirad, God bless you teacher. Thank you. Amin. اپای باسی من سوزم ایقا نصرینو نیست خب ششتم شما سوزین اپا انشالله چند حرفه یاد گرفتم انشالله. علی خیرات بای علی خیرات بای بی وای ای نوشته میشه. بی وای ای یعنی بای. عایشه گلومو اکا یکی من جواب دادن نتونستم بخشیش مورا فهمین به خاطر سکوندک قطی نکیم در افیرتون اشتراک میکنم. خب خب بهترین بخیر است انشالله اشتراک کنین. اگر جواب هم نتین انشالله امید است که یکون چی یاد بگیرین.
علی خیرات don't care okay. казантиҷи баси 91 ба ҷо кардӣ ҷоном. ба хусус каналатон канали зӯртарин барои англисӣ. хуб акмон намегем зӯртарин аст ё ки беҳтарин аст, лекин яъне ба қадри имкон ба қадри яъне медонистагимон яъне кӯшиш мекунем дигарорам бифаҳмонем. дар ин ҷа шояд аз ҳамин 10-15 нафаре ки иштирок мекунанд, шояд ки 50% зиёдаш забони англисиро аз мо дида беҳтар медонанд, лекин хоксорӣ мекунанд ва тавозуъ доранд, худшонро нишон наметиҳанд ва гоҳо хатогии моро намегӯянд. худованд морам бубахшава ва ваёрам хайр диҳад. лекин яъне ба ҳамон як сатҳи миёнае ки медонем мехоҳем ки боз дигарорам бифаҳмонем. касоне ки бигем ки навёдгиранд, аммо касоне ки хуб медонанд хоҳиш мекунем хатогии моро ислоҳ кунанд ва умед дорем ки иншоалло давраи оянда ислоҳ мекунанд. басир 91 ина пурсен апаи ҷун ба ҳама хайр шабои раҳмонӣ тичи озур. хоб апаи басир 91 худованд нигаҳдортон боша. ягон нороҳат бошин ё ягон бемор бошин, агар ба шарте худованд шифои комилу шифои оҷил насибу рӯзитон бигардона. иншоалло бо дар эфирҳои баъдӣ бо суҳбат мекунем. ташаккури зиёд барои омадантон. яи пенза мигрант ассалому алайкум. ва алайкум салом. 15 лайк. ташаккури зиёд апаи пенза. бахшиш дер кардам боки надорад апаи пенза. неки вақти гап даромадам ку. бале сардори гап шумо охи ку бояд дар вақти гап биёед. сардорои синф дар вақти дарс меоянд, сардорои гап дар вақти гап меоянд. Diamond King устоз чанқаи гирифтем нагуфтем. устоз чанқаи гирифтем нагуфтем. чиро чанқаи гирифтем масалан? Нафаҳмидам. Time is gold. бо ақидаи ҷамъ якҷоя меомӯзем. бале, яъне бо ҳам вақте меомӯзем, иншоалло пешравӣ ҳаст. яъне дар ҷамоат ҳамеша баракат ҳаст. аммо вақте ба танҳоӣ меомӯзем, яъне ин чиз аз сари мо ҳам гузаштааст. масалан нақша мекашӣ ки пага масалан 5 ибора аз ёд мекунем ё 5 ҷумла аз ёд мекунем. хуб як рӯз ду рӯз аз ёд мекунем, дигар бо 4-5 рӯз дигар аз ёд намекунем. вақте ки промои эфир аст ё ки сарҷамъ ҳастай, дигар маҷбур мешавем мақсад ки пешрафтар мегирем якҷоя. вақти гап даромадам ку. бале, ҳо медонам кай биём устоз. ҳо медонам кай биём устоз. бале. пенза мегирам. Times шумо эфири мая 7 соат навистед. хоб яй пенза у 40 дақиқа буд, 7 соат рӯз када буд. бале мегирем дар охираш. дирӯз 4 буд, имрӯз чанд? бал мегирем дар охираш. дирӯз 4 буд, имрӯз чанд? ман гуфтам ку дар инҷа вақти баҳоро хостам эълон кунам, гуфтам ки имрӯз вақте ки дусе каса навиштем, дигар комментариҳо зиёд шид, дигар нанавиштам ростӣ. лекин аз ҳама зиёд дар ин ҷо яъне Дунё World ҷавоб доданд, Time is Gold ҷавоб доданд ва Юсамин ҷавоб доданд, Ошхона бо бисмиллоҳ ҷавоб доданд, Diamond King яъне шумо ҷавоб додем. хуб дар ин ҷо нигоҳ кунем, яъне на танҳо аз шуморо, яъне ба ин ручкаи сирха нигоҳ кунем. яъне Дунё World 3 ҷавоб навиштам, Time is Gold 1 ҷавоб навиштам, агарчи чанд ҷавоб доданд, ва шуморо низ Diamond King яъне 1 ҷавоб навиштам, шумо низ чанд ҷавоб додем. яъне шумо зиёда аз чанд ҷавоб додаген, лекин ман ростӣ нанавиштам, ба хотире ки комментариро хондум. агар маҷбури навиштан шудам, комментариро мегзарам. яй пенза ютуби ма ҳамин хел нишон дод. хоб пенза мегирад ҳама кас астоза. иншоалло шукри худо хубем тенҷем. Diamond King устоз бебахшед нафаҳмидам ки гуфтед. боке надорад, ба хайр аст иншоалло. гуфтем ки мақсад чие? успеҳ накардем дигар бинависем, давомшро навиштем. Diamond меҳмон шавед.
Diamond King апай пенза созен шумо чӣ? Хоб инаи канали апай Казан TG. Хоб инаи канали яи пенза Мигрант. خب تجکلام سلام با همه مردم مسلمان و علیکم سلام خوش آمدین شکریه الله تینج از شما پرسید شکریه الله تینج از شما پرسید کزان تجه پنوی حمد بر الله برای کار شما دا من نماز خانه میرم خب اپا جان در امان خدا باشین خداوند نگهدارتون باشه در حق ما نیز دعاگو باشین خواهش و التماس داریم تایم از گل همه در شبای خوش خب شما نیز شب خوش برادر عزیز خوش آمدین مایلش خیر وقتی خیر و خوش کنیرم رسیده و فکرم نصیب با افیری آینده تون شما چخ کردن گیرین برای گپ خب ما میبرویم دیگه فکر میکنم که همقدر کفایه است 815 شدم عایشه مهمان شوید خب دوستان گرامی با همین خیر و خوش میکنیم و باز تا افیری آینده یعنی پگاه ساعت 9 باز وا میخوریم چی گفتین؟ ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا شبهای خوش برای همتان تمنا داریم See you next class see you tomorrow good night